این سال منه، اما این دفعه واقعا. دوباره رسیدیم به همون نقطه، نه؟ سال عوض شد و تو جلوی آینه ایستادی و گفتی خب این دیگه شروعشه. امسال سال منه. چقدر این حرفو تا حالا زدی؟ 3 بار، 5 بار. سال قبلم همینو میگفتی. ولی چی شد؟ هیچی. فقط یک سری هدفای کلی که مثل دود تو هوا گم شدن. دیگه بسه. من اینجا نیومدم که بهت یه شوک قندی بدم. اون انگیزه یا زودگذر مثل کافئین اول صبح میمونه. بعد از 1 ساعت سقوط میکنی. من اومدم یه نقشه دستت بدم. یه تلموش فکری که وقتی حواست پرت شد گیرت بندازه و نذاره فرار کنی. ببین، مشکل تو این نیست که تنبلی. مشکل اینه که امید منفعل داری. تو منتظری حس و حالش بیاد. فکر میکنی باید حتما صبح پر انرژی بیدار شی، حتما همه چی ردیف باشه تا بتونی بری سمت هدفت. نه عزیزم، قرار نیست زندگی خودش رو با دمدمی مزاجیای تو تنظیم کنه. این تویی که باید خودتو تنظیم کنی، حتی وقتی حال نداری، حتی وقتی هوا ابریه، حتی وقتی دلت میخواد فقط رو کاناپه ولوشی. اصلا بذار یه حساب 2 تا 4 تا بکنیم. هممون در روز 24 ساعت داریم. این عدد تو چین، کانادا یا زیرزمین خونه شما فرقی نمیکنه. 8 ساعت میخوابی، 8 ساعت کار یا درس. میمونه 8 ساعت. 2 ساعت هم برای خوردن و جابجایی و این ور اون ور. 6 ساعت اضافه میمونه برات. حالا اینجاست که داستان شروع میشه. این 6 ساعت رو داری تو چی حروم میکنی؟ بهش میگم نشت زمان. وقتت داره از سوراخ‌های ریز تیک تاک، ریلزهای بی‌معنی یا چرخیدنهای بی هدف تو اینترنت نشت میکنه. گوشی تو یه ابزار جدیه، نه یه اسباب بازی. ازش به عنوان یه آچار استفاده کن تا زندگی تو بسازی، نه یه پتوی مجازی برای پنهان شدن. رسیدیم به اصل ماجرا. سیستم ها. هدفای تو مثل یه مقصد روی نقشه هستن. مثلا میگی میخوام به شهر فلان برسم. قشنگه. اما سیستم اون ریل قطاره که قطار تو رو از تهران میرسونه به شیراز. اگه تو فقط روی مقصد زوم کنی، به محض اینکه یه سنگ کوچیک زیر چرخ قطارت بیاد، یعنی حال نداشته باشی، از ریل خارج میشی و میافتی تو بیابون. سیستم‌های تو اون روتینای کسل کننده هستن که مجبورن انجامشون میدی. هر روز یه ساعت مشخص بیدار شدن، برنامه ریزی کردن، یه آماده کردن غذای فردا. این کارا جالب نیستن، اما ستونهای موفقیت هستن. آدمای موفق هم از این کارا بعدشون میاد، اما چون یه سیستم دارن انجامش میدن. این تفاوت بین آدم حرف و آدم عمل هست. و اون قسمتی که همه ازش فرار میکنن، زحمت کشیدن واقعی. انتظار نداشته باش هر قدمی که برمیداری جشن و پای کوبی باشه. موفقیت مثل ساختن یه آسمان خاران توی باطلاقه. باید اول بری پایین، تو گلولای، یه فونداسیون محکم بکنی. این کار کثیفه، سخته، هیچ کس از بیرون نمیبیندش و هیچ کس برات دست نمیزنه. ولی بدون اون پی محکم، کل ساختمون با یه نسیم میریزه. زحمت کشیدن باید حس اجبار بده، نه حس تفریح. یه دروغ بزرگ دیگه هم هست. تعادل. بهت گفتن همه چیز رو باید همزمان نگه داری. شغل عالی، هیکل فیت، زندگی اجتماعی پررنگ، خواب کافی. اما حقیقت اینه که این تعادل مطلقی افسانه است. اگه میخوای توی یه چیزی واقعاً بهتر کنی، باید تو چیزای دیگه قصد عدم تعادل داشته باشی. مجبوری به بعضی از دور همیا نبگی. مجبوری یه مدت رو شغلت لم بدی. اولویتاتو بذار مرکز، جوری که اگه کار نکنی میمیری. چون واقعاً هم بخشی از آیندت داره میمیره. با خودت رو راست باش. آیا داری واقعاً تلاش میکنی؟ یا فقط داری وانمود میکنی که تلاش میکنی؟ نصف متعهد شدن فقط نصف نتیجه رو نمیده. هیچ نتیجه‌ای نمیده. من این حرفا رو نمیزنم که بگم کاملم. نه، منم خرابکاری میکنم. اما بهترین نسخه‌ای از خودمی که تا حالا تونستم بسازم. و این اتفاق نیفتاد چون دنیا برام فرش قرمز پهن کرده. اتفاق افتاد چون مجبورش کردم بیفته. پس این فقط یه زنگ بیدار باشه. یه تلنگر.
دنیا خاکستری شده درست، اما تو میتونی دوباره بهش رنگ بدی، ولی نه با تماشا کردن این ویدیو و لایک کردنش، با شروع کردن. انتخاب با توه. یا امسال قفل میکنی رو هدفت، یا سال بعد دوباره همین موقع میشینی و به خودت میگی این سال سال منه، اما این دفعه واقعاً.